شما دارین شوخی میکنین. ما برادر هستیم. برادر هستی، حقت حقم. دوست هستیم، وحدت ملی داریم، حقت روشن کو، حق ما روشن کو. اینطوری نیست دائم دستر شونه سوار شو ما بیادر هستیم. من نوکرت تو بادارم. این بیادری است. نمیشه این دروغ است، خیانت است. تشکر. و خدا درویی است. تشکر. قانون خوب است که اجرا شود. قانون هر قدر لوکس باشه اجرا نشه. من که دیدم بجز 2 مادهش که تطبیق شده دیگه بقیه شد کم و زیاد. یک، رنگ بیرق و شکل بیرق تغییر نخورد از زمان. 2، پایتخت افغانستان از کابل به ننگرهار نرفته. دیگه تمامش. این چه خوبی داره؟ این چه قانون لوکس است که اجرا نمیشه؟ من بیم از زیر دارم که اگر ما قبل از انتخابات ریاست جمهوری قانونی اساسی را تعدیل نکنیم، افغانستان به یک بحران عمیق میره که ما آیندهش نمیفهمیم. چرا؟ یک آدم آمده بود، دکتر عبدالله، برده بود یا نبرده بود، اثبات شده بود. جانکری آمد، بی سفیدی که گفت که نیم تو نیمی ازی. درست؟ حالی آمده یک نفر میگه حق ملکم کلش گرفته. من کاندید باشم 50% نبرم 30% ببرم، چه رقم میشه؟ یا افغانستان تجزیه میشه جایی که دیگری سفید باقی نمیمونه. جانم میفهمی؟ این قسمتی است که اما 30% بردن به معنای باخت است. شما باید نتیجه رو بپذیرید. چون بحث اون نیست، بحث بی‌اعتمادی که به وجود آمده. چون طرف مقابل به هیچ چیزی باور نداره. انتخابات میبره، عبدالله برده مثلا، خوری که نیمیش کردی در نیمیشم برش نمیدی، بالاخره از شمال یک نفر کاندید میشه نمیشه. مذاق نکنین، شوخی نکنین این قصه را. اینمی آدم 10% رای ببره اصلا قبول نمیکنه. جایگاهش قانونی باید. خب برای جلوگیری از چنین شرایط چی نوع تعدیل باید در قانون شده؟ نه، من حرفم نیست که برای قانون اساسی را بریم به تعدیل، برای نمی واقعیت ها و دلایل صحبت بکنین و افغانستان از تجزیه خطرناک احتمالی چیز بکنین، نجات بدین. اینجا یک نفر خوش شدن یک نفر است، هر کس که رئیس جمهور. یک طرف بقای افغانستان و سلامت آینده این سرزمین است. بدون تعدیل قانون اساسی، بدون تقسیم قدرت و تثبیت جایگاه صدر اعظم و مشخصان صلاحیتش در قانون اساسی، آینده افغانستان کسی دیگه مامور نمیشه، کسی رئیس جمهور نمیشه. شما دارین شوخی میکنین. ما برادر هستیم. برادر هستی، حقت حقم. دوست هستیم، وحدت ملی داریم، حقت روشن کو، حق ما روشن کو. اینطوری نیست دائم دستر شونه سوار شو ما بیادر هستیم. من نوکرت تو بادارم. این بیادری است. نمیشه این دروغ است، خیانت است. تشکر. و خدا درویی است. تشکر.